بله. سلام علیکم مونده نباشین. و علیکم سلام جان. اشتنیم خیریات بخیر جان شما جو اختیار هستیم بخیر. خیریات جان شما جو. شکر خدا اختیار هستیم. الحمدلله زنده. کار میکنیم باز ما چی بکاریم زمینه؟ این دارو برکود نانو کشی برام نازبی رم دارم خیلی ترتزاق بکنم. برفتم در خونه رفتم لالا. خب خیریات خیریات گیلاک بچه شما گفتم سر زمینای. انا بیام آدم اینجی. گفتم امیر از شما پرسان کنم که همی انگورا همی باغی که ضبط کردیم. بله. همی انگورا خود شما چه کار میکنین کجا میبرین؟ گاهی وا میبرم هم شهر میبرم میدون با. خود سکو برارمه. بله. ما که خود شما خبر دارین که همی دستگاه اوجوشی دارم. کشمش تیار میکنم. از همی همسایه سه چهار همسایه ما بخریدم. همین که شما میبرین به شهر به هر چه که به اون شهر میفروشیم چرا اینا رو به من نمیدین؟ باز همی انگورا میرامدی شما از او همسایه دیگه هم بخریدم از سر همی انگورا شما. خوب کار کردیم. من خبر نداشتم شما یه دستگاه اوجوشی دارین کشمش اوجوشی داریم یا چیز داریم کوکو من خبر نداشتم حالا کوکو گفتی خیر بینی همسایه منی چرا نمیدم برای تو کوکو. بیا تو اینجا بیا. نه این کلیس کن میگو. یعنی چی بمی؟ این ما چون کلیس کن این ما چون بترسیده بود. سادیه بیچاره. هم نخر شهر از ما بخیر که بیارم بخیر. چه کار؟ چه کار شد؟ مادر تو بو سخته. دیگ بخور صدا کنه داره بله. خبر دارین؟ چی خبر دارم؟ نه چی خبر دارم؟ دیگ بخور بترقیده همه پاک بسوخته. چی میگی دیگ بخور بترقیده؟ بله. عمه تو بسوخته؟ که یک زنگ بزن مال به خونه زنگ زدم. خب بیلا اشته بدبخت شدم این خوارک ما چه کار شده ای؟ چرا ایتمه شد؟ کی گفت تو؟ به خونه زنگ زدم. الو رمضان اشتنی خوبی بخیری سلامتی میگم چه کار شده چی گپه من چی میشنوم ترویی سوخته چرا ایتمه شد آخی به سر دک بخوره و از مشلت سیخا گوگیر زده آخه چرا تو میخدیشی چرا مشله نمیستوندی بری او بخونه حالا چه کار کردی؟ به کجایه؟ نبردی جامعه دو دکتر چیزی؟ اشته بدبخت شدم این خوارک مت کجایی حالا تو بخونه ای؟ و دعاخونه بردی؟ به چشمای که حسیب نرسیده؟ الهی شکر خوب خوب باشه من میام همونجی باش باستم چیفتیار لط بکنم برم یک چکر خوب کجایی؟ ببینم میشه پول پله چیزی به کار داشته باشن خوب ما دعاخونه بردم همه تو وای حالا شما که آدما کلانین چرا با دیک دو تا مشلگه که نمیستن که گوگیرده میزنین به جا مشلی میزنن همون که نفس غیت میشه بیخ کلی مرده کرد که نفس غیت میشه دیگه نفس نداره تو زن کلانه تو هم دیگه تیار میکنی تو هم مشلار هم ساعت دیگه بخور نمیگذاری و
به بعد مشلا سخا گیر دم مشلا چیز میکنی کمی دیگه بخور نفس تنگ میشه قید میشه یک دم ناسان منفجر میکنه خدا فضل که دیگه چوکات یک بجون تو نخورده شوروا ریخته به سر کله تو هزاران نفری همین دیگه بخوره هزاران نفر بکشته و چیز کرده کجا کی؟ کجا کی؟ بله بابا نمیشنوی؟ بزو خونه بودم پیشانی زنکا تو به مدر خود ندیدی که مدر تشتا دیگه تیار که کمی سخا گرده چرا جا مشلا زده؟ بابا من رخ میشوستم من نگفتم برام دیگ بار کنه خود آمدم بار کنم من کی برام گفتم برام دیگ بار کنم همه دیگه که خود بار نکنم دل مکو گیلک بترغون کو زهری مر بترغون کو ما گریه از دل چوب کنی عدل بپرسون گیلا که مملکه شده بود مادر که از یه وقت دیگه بترسید دیگه من قول کردم پوچه اصلا استاد نشد لا اله الا الله محمد رسول الله ما کدو خمه بخورم خیر ولی خدا خیر بیش که خمه نداره دیگه میشه که کنم اما متوجه خوب باشیم آخی آنه گل نسترم هم بیام برو چه برو دید بابا رو لکی کردی که بابا تو گفتی میتن میگو همین تقیقی ماست که تو به ترگیش مقیق کشی زهره میکر بترغوندی کو ما چی میفهمم بیامدن دیدم سرک صدا که با تا سلام چی صدا که بیامدم با تا بخواه اومدم سعی میکنه که سر کله مدر همه پر شوروا بابا جان همین تقیقی ماست اد آدم وری میگم میزه که دل میکن زهره ما تا دل میفتاد که بمردم کو زوف کردم زد که میگه میفتادم کلا بزیر سرتونه تو چرا بگدشین الان مشلال بزنم مثلا مشلال سیخ کو گیردار بزنم برو تو هر روز یک دست رخ میده که اختاتون میشیستم چه کار میکنم میدونم اختاتون رو مانه میشید باز ادمینا بپرسیم بابا شما صبر کنین صبر خب کنین من پرسان چی پرسان کنم خب بگو چی پرسان کنم خب صبر کنین هم آدم چی بگی حالا ما ماستم چی ها اینا از همین زن غوثالدین پارسال خبر نشدن که دیگه بخواد بخور دست غد کرد همین مشلن نداره به قبرستون تیره که نداره مشله یک مغلم نمیکشه میگم جای یک مشلی سیخ دوگیده بزنیم یک جا دیگه میته خیلی باشه کلینا کار نکرده بابا دیگه اقدر دل مارم بترغنی تو به وقت برو تو رخصا خوشی وقتی وقت سکو کینه در سرا وقت برو سکو کینه در سرا بابا کنه بیا با تک نکه بیا بالا شاید مهمون باشه برو دیگه من میرم بابا بزو خونه کنم زنکا شیستم برو مار زهره درخت کردم امرو بله ماما منم سلام علیکم سلام علیکم چی شد خوراک من چی شد خوراک من اشتنه چی تو ببر خطا اشتبار خطا نباش شما که دیگه بخار میگن صدا کرده میگی صدا کرده خود دیگه بخار صدا کرده دیگه اختم چیز نسوخته دیگه من شورا به سر کله کجای خوراک بدو خونه میمون آمده زنکای بدو خونه کجا آمده بیامدم به دیدن اومدن دیگه این چی رقم بود شما همین خونه نبودین شما نمیتونستین دیتا مشله بستانیم همین دیگه بخار مشله دشته پیدا کردن نتوی سعیات اینا رفتید که با کجا گذشته که ای وای اشته بدبخت شدم این خوراک ماما بله هل میگه مادر من لن تاثیر شوروا ریخته کجا میره قلوس الهی شکر که خوراک نفتکی کارول نشده زاری مگه نفتکی من نفهم که در طبخشه تو اینجا چند گو پک کردم چرا چی گفت که ما چون مدام چکارک شده دیگه بخار منفجر شده همه شوروا و چوکا دیگه گجون خورده من گفتم خدا بمرده باشه دیگه ماست میگه بفته خدا نکنه خوب شد سر وقتی برسیدین گیله اگه بس ما در خورد دویده آماده پیشیم بالا چی شاخ ما پیار خورن خیلی مایم بالا دنیا تو هم نبودی با ما جو خونه هم گیلا شوهرم مخورن که دم شما راست من توش نتارم بده بری گیلک بده من چای خوردم چای خورده شما چای خورده بودم من خونه هم چیزا لد نکردم چیفتی ها همین کلکینا جلی ها لد نکردم
که ناسندی خبر عباس برای من داد. نفهمیدم که چی رقم بیام. عباس از کجا خبر شده بود؟ مثل که زنگ زده بودیم به خونه بگفته بودیم. تو زنگ زده بودی؟ داده ایک سر کله داده کو به فن سفید پیش دیم بخیر هم داده و هم سال هم 12 هم داده کارا خدا رو کنه. دادی مه خب میفهم داده تو. گناه داره بابا خود زنگ داره ماما خود گفته. خور زادگاه من نفری نکن. چرا همین دیگه پختن برای همین یاد نمیده. همین دیگه پختن. همون که یاد رخ میشیشته امرو. رختا گیله کرده رو یک روز دمی رخ بدر میکنه. و آدم دست رخته میام باز باوی ما. اما سینخ همین که میکنه. همین تو میکنه. ده دفعه بلانک بگو تو یک دستمال کسی ماما بدیم نمیده. 3-4 دفعه بستون گم شده. یا میگن یک سال هم 12 پسی تو نمیشه مگر یک دستمال بستون سر شونی تو زن زنه. پس پس خود به کجا پاک کنم؟ تا پا خو به سر استی خویت میکنم. خب من کمی گلم آشتی بابای شما زنگه جواب دن زمین مبر یه پیامه.